السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه صحت و سلامت باشید ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و اصلی و اسلم علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خوش آمدید به درس یکم اصول الحدیث که اصول الحدیث یکی از فنهای هست که چندین فنهای فروعی رو برمیگیرد، یعنی چندین شاخه دارد. یکی از شاخه این فن مصطلح الحدیث می باشد که در مورد اصطلاحات حدیثی می باشد. این چنین فن تخریج هست، التخریج یا تخریج الحدیث، که در مورد مصدرهای اصلی حدیث ها می باشد و قوت حدیث ها. و این چنین فن الجرح و تعدیل را برمیگیرد که فنی می باشد در مورد روات حدیث و قوت آنها، قوت ذهنی آنها، قوت عدالت آنها، ضبط آنها و غیره. یعنی اصول الحدیث اگر من آسان کرده بگویم در مورد قاعده های حدیثی می باشد. قاعده های حدیثی که چطور حدیثی یعنی صحیح را، سالم را از حدیثی که ضعیف هست یا سست هست چطور فرق کرده شود. این یعنی خیلی آسان کرده اگر بگویم. و این فن را یعنی مخصوصتر فن مصطلح الحدیث را ما میخواهیم که با واسطه همین کتاب التذکره فی علوم الحدیث بیاموزیم که کتاب امام ابن ملقن می باشد. اولا پیش از آن که یعنی داخل شویم به همین کتاب و در مقدمه علمی، عموما وقتی که مصطلح الحدیث درس داده می شود به شاگردان ابتدا کننده، عموما یعنی 3-4 کتاب هست، یعنی بیشتر هم هست اما مشهورترین کتاب ها 3-4 کتاب می باشد که عموما در مدرسه ها از همین کتاب ها درس داده می شود. یکی از این کتاب ها تیسیر مصطلح الحدیث هست که یعنی کتاب مصطلح هست، مصطلح الحدیث چنانی که در عنوانش می بینید. کتابی آسان هست برای ابتدا کنندگان و این را در خیلی زیاد مدرسه ها درس داده می شود. کتابی دکتر محمود طحان هست رحمه الله که الان وفات کرده هست، یعنی به نزدیکی وفات کرد و این کتاب یعنی خیلی مفید هست. و این چنین کتابی یعنی المنظومه البیقونیه هست، یعنی که یک نظم هست، یک نظم حدیثی به نام المنظومه البیقونیه که امام البیقونی این نظم را یعنی چی کرده است؟ تصنیف کرده هست. و این نظم را هم بعضی وقت استفاده کرده می شود برای ابتدا کنندگان تا اینکه اقسامی که در همین نظم وارد شدند آنها را برای کسی که مبتدی هست شرح داده شود و یعنی همچون یک کتاب ابتدایی استفاده کرده می شود تا اینکه بعضی اقسام حدیث را به ابتدا کننده معرفی کرده شود. خوب، و این یعنی پورا کتاب نیست، یعنی یک نظمی خیلی کوتاه هست که عباره از 34 مصرع می باشد، 34 ابیات، 34 جمله اگر خواهید بگویید. و در این 34 جمله قریب 31 یا اینکه 32 اقسام حدیث ذکر شده هست. بعضی وقت یعنی از این نظم ابتدا میکنن، سر میکنن. من هم سال قبلی وقتی که شاگردان تخصصی حدیث رو وقتی که درس دادن رو سر کردم، اونها هم برای 2 سال میخوانن، تخصص میکنن ان شاء الله. در یک مدرسه دارم، مدرسه المحدثات. به هر حال آنها هم از همین کتابی المنظومه البیقونیه سر کردند و خیلی مفید بود. اما این یعنی این کتابی هست که نظم هست و برای کسانی که یعنی عربی رو هیچ نمیدانند کم ترک دشوار میتواند باشد. و دیگر کتابی که برای ابتدا کنندگان یعنی که استفاده می شود کتابی کتاب نخبة الفکر می باشد. نخبة الفکر از امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله. و گرچند که در اینجا یعنی تصویری که می بینید این اصلا شرحش می باشد نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، اما یعنی مقصد من همین هست. عموما نخبة الفکر یک 6 صحیفه می باشد، 4 صحیفه می باشد که در اولی همین شرح یعنی چاپ می شود. به هر حال همین یعنی 3 کتاب هست، 3 دیگر کتاب های هست که ابتدا کنندگان یعنی برای درس خواندن مصطلح الحدیث استفاده میکنن، علاوه از کتابی شما که التذکره فی علوم الحدیث می باشد. من برای چی از بین این یعنی 4-5 کتاب این کتابی التذکره را انتخاب کردم؟ برای آن که این کتاب اولی که است تیسیر مصطلح الحدیث، این را یک یعنی عالم، یک شیخ معاصر تصنیف کرده است و گرچند که خیلی کتاب مکمل و یعنی مفید هست، یعنی مثال ها دارد برای هر قسم، تعریف هم هست، شرح تعریف هم هست، مثال ها هم هست، مصادر هم هست و غیره، اما وقتی که
یک معلمه، یک استاد وقتی که این کتاب را اگر استفاده کند، آنقدر جای برای شرح کردن خود استاد نمیماند، چون که این خیلی یعنی با تفصیلات نوشته شده هست. یعنی متن نیست، الکی شرح هست. و اگر استاد این تمام این یعنی نوشتجات این کتاب را برای هر درس بخواند و ترجمه کند و این چونین بخواهد که شرح کند، خیلی خیلی دور دراز می شود درس. آنقدر جای برای شرح کردن خود معلم نمیماند و معلم اصلا می خواهد که یعنی به شاگردان این طور درس بدهد که از چندین شرح ها وقتی که میخواند و میآموزد یک فن را، میخواهد که از تمام این کتاب ها، از تمام این شروحات میخواهد که فایده ها را استخراج کند، خلاصه ها را استخراج کرده برای شاگردان خود به یک طریقه مفید و یک طریقه که خیلی برای هضم کردن آسان باشد پیش کند و یعنی فایده ها را از چندین جای ها پیش کند برای شاگردانش. برای همین هست که من این کتاب را یعنی انتخاب نکردم. اما الحمدلله این کتاب را من در یکم بار در سال 2017 با استادم مفتی زبیر که در جامعه ابوبکر صدیق بود، در آنجا یکم بار یعنی درس خواندم و یکم باری که درس دادم در 2019 بود به فکرم، یا در 2019 بود که در جامعه قاسم العلوم درس دادم در سال 4 دخترانی عالمه. و این منظومه البیقونیه که هست، این رو هم یعنی من برای آن انتخاب نکردم، برای که نظم هست، یعنی کمک دشوار هست برای ابتدا کنندگان و از این قدر بهتر. یعنی همون اقسامی که در اینجا ذکر شده هند، در این شعر، در این نظم ذکر شده هند، بیشتر یعنی اقسام بیشتر در از التذکره ذکر شده هند و التذکره نظم نیست، عربی صاف فصحى هست، برای ابتدا کننده خیلی زیادتر آسان هست. و این رو من اولین بار با مفتی محمد ابن آدم الکوثری یعنی آموختم که شاید شما از این شیخ آگاه باشید، خیلی به زبان روسی یعنی ترجمه می شود درس‌هایش. در 2018 اصلا در 2017 من این را با مفتی زبیر پتل هم آموخته بودم، اما یعنی در 2018 کمتر بهتر این را آموختم و در 2021 به فکرم بود که با شیخ محمد ابوبکر دانیال این را آموختم. یعنی چندین بار این کتاب را هم آموختم و هم چندین بار می شود که این کتاب را درس می دهم. یعنی شرح های مفید دارد. شیخ عبدالله سراج الدین به این منظومه البیقونیه شرح دارد. شیخ عبدالله الخضیر چنانی که می بینید این چاپش یعنی با شرحی دکتر عبدالله خضیر می باشد، بخشش عبدالکریم الخضیر می باشد و یعنی دیگر شرح ها هم هست. این چنین یعنی شرح این کتاب را شیخ طارق بن عواد الله هم کرده هست که خیلی مفید می باشد و غیره. و این چنین کتابی یا چنانی که گفتم نخبة الفکر را من برای چی انتخاب نکردم؟ برای که این کتاب کمک مغلق هست، کمتر بسته هست و برای ابتدا کننده مشکل هست، دشوار هست و منهج محدثین گرچند که در اینجا پیش می شود، اما امام ابن حجر کمک یعنی به خود بعضی تفردات دارد، بعضی اقوال دارد که یعنی خاص به خودش هست. منهج محدثین کمک بعضی وقت دیگر خل می باشد یا یعنی اقوال ها کمک بیشتر می باشد. پس برای همین که شما کمک یعنی این علم را یعنی به طریق عام بیاموزید، من این کتاب رو انتخاب نکردم. این کتاب رو اولین بار من باز هم با همین مفتی زبیر پتل آموختم و دوم بار با مفتی اسماعیل موسی از جنوب افریقا آموختم. من برای شما این گپ ها رو میگویم تا اینکه شما تا یک درجه یعنی به معلمه خود اعتماد داشته باشید که من به شما علمی که پیش میکنم، یعنی من این علم را با یعنی با علما، با شیخ ها یعنی آموختم و از این جهت هست که من به شما پیش میکنم. این برای یعنی خود نمایش دادن نیست، تا اینکه شما بیاموزید، بفهمید که شاگرد پیش از آن که یک فن رو بیاموزد اول باید کمک تحقیق کند که استادی من، معلمه من از کجا من را درس میدهد. یعنی معلمه یا استادی نباشد که یعنی نیمکالا باشد و در علمش یعنی تقصیر داشته باشد و این چنین بداند که یعنی بعد از آن که تحقیقات، وقتی که شاگرد بعد از آن که تحقیقات برد و بفهمد که خوب استادی من، استادای من از یک جای علمی گپ میزند، یعنی سند علمی دارد، یعنی تمرین کرده است، بعد باید یعنی با بسیار با تمام تواضع و فروتنی باید علم آموخت و باید یعنی با شرح و با درس هایی که معلم شما به شما میدهد، شما باید خیلی یعنی فروتن باشید، با آداب و با اخلاق یعنی پیش آید و قبول کنید. به هر حال انشاءالله دوام میکنیم.
اولا علم و مصطلح الحدیث چی رو گفته می شود؟ چون که در اینجا می بینید من برای شما بعضی یعنی مقدمه علمی رو پیش کردم، مقدمه همین علم رو پیش کردم که تعریف این علم چیست، موضوع این علم چیست و ثمره این علم چیست. این را در کتاب التذکره نمی آید، اما من این را برای شما از کتاب شیخ محمود طحان رحمه الله پیش می کنم که این کتابی اولی هست، تیسیر مصطلح الحدیث. از اینجا پیش میکنم برای شما، برای که دانستن این بعضی نقطه های اولی برای شما خیلی مهم هست. بس علم مصطلح الحديث چنانکه که میبینید هو علم بأصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. این علم است با پرینسیپ ها و قاعده ها که با واسطه آنها حالت سند و متن حدیث را شناخته می شود از جهت قبول و رد کردن. خوب، یعنی که علم مصطلح الحدیث و این چنین یعنی علم اصول الحدیث هم یعنی یک همین تعریفش خیلی مانند هست. یک علم است که اصول دارد، یعنی پرینسیپ ها دارد، قاعده ها دارد که با واسطه این قاعده ها ما میتوانیم که از حال یک سند حدیث یا متن حدیث با خبر شویم. زیادتر سند یعنی علم مصطلح یا علم اصول الحدیث زیادتر کارش به سند هست و فقه زیادتر کارش با متن حدیث هست، اما تا یک درجه در علم اصول حدیث هم با متن هم کار میکنیم. پس بعضی قاعده ها هست که با بنیاد همین قاعده ها ما حال یک سند را یا یک متن را دریافت کرده میتوانیم، شناخته میتوانیم که آیا همین سند یعنی درست هست، آیا همین متن درست هست از جهت قوت، از جهتی که آیا باید ما قبول کنیم همین حدیث را همچون حجت، همچون دلیل، یا اینکه باید این رد کرده شود. مثلا اگر حدیث اصلی نباشد، اگر یعنی بافته شده باشد، ساخته شده باشد، دروغ باشد، ما این اصلا حدیث هم نیست، اما ما این حدیث رو چی میکنیم؟ رد میکنیم. چون که ما با واسطه بعضی قاعده ها و پرینسیپ ها دریافت میکنیم، یعنی واضح میسازیم که این سندی درست نیست، بافته شده هست. این سندی یعنی موضوع هست، ساخته شده هست، اصلا نخد سند وجود ندارد. یا در این سند کسانی که دروغ میگفتن یا کسانی که اتهام شده بودن، متهم شده بودن با دروغ گفتن، آنها وجود دارن. پس ما این حدیث رو ترک میکنیم، ما این اصلا حتی حدیث هم نیست. این رو علم مصطلح الحدیث گفته می شود یا علم اصول الحدیث. موضوع این فن چیست؟ یعنی که ما با چی کار میکنیم، با چی در مورد چی بیشتر یعنی بحث میکنیم. مثلا موضوع فقه عموما احکام هست، احکام تکلیفی، یعنی که احکام از جهت فرض، واجب و سنت و مستحب و مندوب بودن هست. ما درباره احکام فقهی و احکام شرعی گپ میزنیم، بحث میکنیم. اما در علم اصول الحدیث یا علم مصطلح الحدیث موضوع این فن چیست؟ السند والمتن من حيث القبول والرد. موضوع بحثی ما سند و متن حدیث می باشد از جهت قبول یا رد کردن. خب رد کردن یک است یعنی. و ثمرته تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث. ثمره این فن چیست؟ فرق کردن حدیث های صحیح از حدیث های سست. اصلا صحیح که هست، صحیح معنای لغویش همین هست که تندرست یا اینکه صحتمند، و سقیم به ضد صحیح چی معنا دارد؟ یعنی بیمار، سست، کسل. خوب، پس یعنی این یک استعمال مجازی می باشد. حدیث های یعنی این اشاره به چی است؟ حدیث هایی که صحیح هستند از جهت سند و از جهت قوت سندی و متنی، از حدیث هایی که سست هستند یعنی از حدیث هایی که ضعیف هستند یا یعنی بیمار هستند یا یعنی یکم کمبودی دارن، ما بتوانیم که بین این دو گروه حدیث ها چی کنیم؟ تمییز کنیم، فرق کنیم. خب این بود یعنی بعضی نقطه های اولی. خب اکنون دوام میکنیم به تاریخ مصنف، ترجمه حال مصنف امام ابن ملقن این یعنی مصنف همین کتاب هست، التذکره. پس این کیست و کمتر معلومات درباره این مصنف، چون که این مصنف، این مؤلف خیلی یعنی بلند مرتبه هست در حدیث. پس من یعنی مختصرا به شما
ترجمه حال همین مؤلف رو پیش میکنم. و چون که در اینجا میبینید این دو صحیفه در همین چاپی که ما استفاده میبریم التذکره فی علوم الحدیث، چاپی که شما دارید و فکرم چاپی دار و عمار هست، همین چاپی زردی که یعنی شما دارید به شما روان کردم، در اولی همین چاپ محقق همین چاپ یعنی که علی حسن عبدالحمید، شیخ علی حسن عبدالحمید، یعنی پیش از آن که متن همین کتاب رو بیاورد در باره همین مؤلف کم ترک یعنی ترجمه حال آن را پیش میکند، بیوگرافی همین مؤلف را پیش میکند در این دو صحیفه. من به جای آن که این دو صحیفه را همین خیلی بخوانم به شما و ترجمه کنم، چون که خیلی کم هست، من برای شما همین خیلی ماندم، کسانی که عربی رو بلد هستن میتونن فایده ببرن، اگر نه من برای شما یعنی به تاجیکی پیش میکنم. چون که در اینجا میبینید یعنی بعضی نقطه ها رو شاید یعنی شناخته بتوانید. در اینجا نامش است هو عمر بن علی بن احمد بن محمد بن عبد الله المصري الشافعي المشهور بابن ملقن. نامش هست. ولد بالقاهرة في 22 من شهر ربيع أول سنة 23 و700. این درباره تولدش هست که در کجا شد و کی شد و کی بود. نشأ نشأة علمية فحفظ كتاب الله سبحانه. و این درباره یعنی حفظ کردن قرآنش هست و بعداً یعنی درباره سماع حدیث گپ میزند، درباره رحلاتی این مؤلف گپ میزند که به کجا رحلت کرده هست و این چنین درباره شیخ‌هایش، درباره تلاميذه یعنی که شاگردانش، درباره مصنفاتش یعنی که تصنیفاتش و درباره امتحانی که یعنی امتحان شده بود، درباره این هم کمک میگویم و درباره وفاتش پیش میکند. چنانی که میبینید اکنون من برای شما یعنی کم ترک این نقطه ها رو هم میگویم و کم ترک بیشتر اضافه میکنم. پس چنانی که میبینید نام و لقب امام ابن ملقن چی بود؟ اولا کنیتش ابو علی بود، ابو علی پدر علی، و نامش عمر ابن علی، عمر پسر علی، الانصاری بود، المصری، و در مذهب شافعی بود، در مذهب شافعی بود. در سال 723 هجری در قاهره در مصر تولد شده است، اما اصلش یعنی که چنانی که میگویم اتنیکش از اندلس بود. لقبش ابن النحوی بود، چنانی که در اینجا میبینید اولا با ابن النحوی مشهور بود، با لقب ابن النحوی یعنی پسر نحوی، برای که پدرش نحوشناسی خیلی مشهور بود. و بعدا وقتی که یعنی امام ابن ملقن وقتی که 1 ساله بود، من همین امام ابن ملقن را عمر میگویم برای حاضر، وقتی که عمر 1 ساله بود پدرش یعنی از دنیا گذشت متاسفانه، و پیش از آن که از دنیا وفات کرد، از دوستش عیسی المغربی خواهش کرد که از پسرش غمخواری کند، یعنی پسرش را نگاه بین کند. و عیسی المغربی که بود یکی از استادان قرآن بود، قرآن کریم را به اطفال درس میداد، تلقین میکرد، یعنی که میگفت به اطفال که از قفایش تکرار کنند و تلاوت قرآن آنها بهتر شود، تلقین میکرد به آنها. و از همین دوستش یعنی پدر عمر یعنی که علی از دوستش عیسی المغربی خواهش کرد که همین اولاد من را، همین پسر من را در زیر نظارت خود گرفته یعنی پرورش بده، تربیت بده. و برای که این خواهش دوست خود را پورا بکند و اجرا بکند، همین عیسی المغربی چون که میدانست که برای پرورش دادن و برای تربیت کردن باید خیلی یعنی به عمر نزدیک شود، باید با عمر یعنی رفت آمد کند و همه وقت در زیر نظارت خود نگاهش کند. اما یعنی مادرش هم تا حال یعنی در قید حیات بود، موجود بود، و عیسی المغربی نمیخواست که یعنی درون و بیرون شود از خانه عمر در حالی که مادرش در آنجا باشد، یعنی که غیر محرم هست. برای همین دوستی پدر عمر همین فیصله رو کرد که با مادر عمر ازدواج کند، یعنی که با زنی دوست خود که وفات کرده است ازدواج کند. پس یعنی همین مادر امام ابن ملقن با عیسی المغربی ازدواج کرد و محرم شدند. و بعداً یعنی عیسی المغربی توانست که با عمر ابن ملقن یعنی خوب تربیت بدهد و همین عمر را در زیر نظارت خود گرفته. و از همین سبب شد که امام ابن ملقن را ابن ملقن گفتند، برای آن که اولا یعنی ابن النحوی بود، اما برای چی ابن ملقن گفتند؟ برای آن که همین عیسی المغربی یعنی پدرخواندش ملقن بود،
یعنی کسی بود که ملقین یعنی کسی که قرآن رو تلقین میکند. این یک نقطه صرفی هست. لقن یلقن تلقینا از باب تفعیل، فهو ملقن یعنی اسم فاعل باب تفعیل هست از لقن یلقن. پس ملقن کسی که قرآن رو به دیگران تلقین میکند، یعنی که با آنها یاد میدهد و آنها از قفای این تکرار میکنند. پس همین عیسی المغربی ملقین بود و بعد از اون که با مادر عمر وقتی که ازدواج کرد و عمر را در زیر نظارت خود گرفت، عمر یعنی مشهور شد با ابن ملقین، یعنی پسری کسی که قرآن را تلقین میکند، تعلیم میدهد. و یعنی که اولا ابن النحوی بود نسبت به پدر اصلیش و بعدا نامش ابن ملقین شد نسبت به پدرخواندش. ابن ملقین قرآن را در سن سال 8 یا 7 سالگی حفظ کرد و بعضی متنها را هم حفظ کرد به مانند مثلا عمدة الاحکام. عمدة الاحکام کتاب عبدالغنی المقدسی می باشد. عبدالغنی المقدسی سال وفاتش 600 بود. پس همین متن عمدة الاحکام که یک کتاب حدیث می باشد که حدیث های احکام را جمع کرده هست، همین را امام ابن ملقین حفظ کرد در خیلی یعنی سن سال خردسالی. و بعد از آن چون که در مذهبش مذهب شافعی را پیروی میکرد، در فقه شافعی یک متن فقه شافعی را هم ازیاد کرد به عنوان المنهاج. المنهاج یک متن فقه شافعی می باشد که تصنیف کرده امام نووی هست. امام نووی در سال 676 وفاتش بود و من برای چی یعنی سن سال وفات رو برای شما پیش میکنم تا اینکه شما اهمیت بدهید که اگر امام ابن ملقین تولد شده بود سال 723 و یعنی این تاریخ یعنی که درست هست، من برای شما معلوماتی درست رو پیش میکنم. تا وقتی که امام ابن ملقین به دنیا آمد، الکی امام نووی و امام عبدالغنی المقدسی از دنیا گذشته بودن و کتاب‌های آنها یعنی شهرت داشت و یعنی چاپ نشده بود، اما یعنی چاپ نمیشد در آن وقت، اما نوشته شده بود و یعنی چندین تا یعنی نسخه های آنها وجود داشت. پس این امکانیت دارد که امام ابن ملقین کتاب های آنها را استفاده برده بود و یعنی ازیاد کرده بود و این چنین به مجلس های حدیث هم حاضر می شد و از یعنی تا 1000 جزء حدیثی را هم شنید، سماع کرد. در بین محدثین این یک عادت و یک عمل جاری هست که یعنی اجزای حدیثی را در مجلس های سماع الحدیث پیش می کردن و یعنی قرائت میکردن همین جزهای حدیثی را تا اینکه شاگردان بتوانند که به همان معلم، به همان استاد، به همان محدث یا اینکه به مؤلفی همان جزء حدیثی کتاب حدیث بتوانند که سند داشته باشند، اجازت بگیرند در حدیث و در روایت کردن همان حدیث ها. خوب، و امام ابن ملقین هم به همین خیل مجلس های حدیثی چی میکرد؟ اشتراک میکرد و خیلی زیاد میرفت تا وقتی که در 1000 جزء حدیثی چی کرد؟ اجازت گرفت، یعنی که شنید، سماع کرد، شنید همین حدیث ها را و همین اجزای حدیثی را. من هم وقتی که یک چند ماه پیش وقتی که ازبکستان رفته بودم برای رحلت علمی، با شوهرم رفته بودم با دیگران و اینچنین با یعنی یکی از استادانمون شیخ محمد ابوبکر دانیال، و در آنجا ما یعنی چندین جاها رفتیم، تلمیز رفتیم، بخارا رفتیم، سمرقند رفتیم و در یعنی چندین جاها ما اجزای حدیثی، جزءهای حدیثی را چی کردیم؟ یعنی سماع کردیم، قرائت کردیم تا اینکه همین استادمون و یک استاد دیگر هم شیخ عبدالحمید المدنی آمده بود با ما، بخشیش عبدالحمید عبدالوحید، شیخ عبدالوحید المدنی با ما آمده بود که یکی از مسندین هست، یکی از یعنی دارای سند عالی هست، سندی دارد به مشکات المصابیح از شیخ زکریا کندهلوی. یعنی با همین استادانمان رفته بودیم، مجلس های حدیثی شده بود، در آنجا قرائت حدیث کردیم و غیره و اجازت گرفتیم در چندین جزء های حدیث. این رو میگویند یعنی سماع حدیث، اجازت گرفتن در روایت کردن حدیث. یعنی در این زمانه این فقط برای برکت کرده می شود، ضروری نیست که یعنی دهان به دهان حدیث داده شود، چون که احادیث الکی در کتاب ها جمع شده اند، اما برای برکت، برای یعنی همین چون که این عمل محدثین بود، برای آن که همین عمل و همین عادت جاری ماند و برای حاصل کردن یعنی سندهای عالی، سندهای کوتاه، این کار یعنی روان هست. ما برای همین کارو کردیم، گرچند که این در این زمانه یعنی ضروری نیست. احادیث الکی در کتاب ها جمع شده اند، سندهای آنها الکی یعنی دقیق شده اند. به هر حال
پدر امام ابن ملقین پیش از آن که وفات کند یک میراث رو تا یک درجه مال رو چی کرده بود؟ رها کرده بود برای پسرش و پدرخواندش یک عقلمندی خیلی خوب کرد، یعنی یک کاری خیلی خوب کرد برای همین یعنی پسرخواندش برای عمر ابن ملقین. میراث عمر رو گرفته و یعنی در خریدن یک باغ صرف کرد و باغ رو چی کرد؟ پرورش داد و محصولاتی این باغ رو فروخت و وقتی که این کار یعنی در جریان رفت این رو به امام ابن ملقین داد همچون یک راهی درآمد. برای چی این کار رو کرد؟ برای آن که نه فقط که یعنی یک راهی درآمد باشد و خوردن و غیره، بلکه یعنی این استقلالیتی که به عمر ابن ملقین پیش کرد این به پسرش بر پسرخواندش این یعنی امکانیت را داد که همیشه به ترس یعنی به یکم خوف یعنی حق رو هم بگوید و حق رو بنویسد. چون که عموما چی میشد یعنی در زمانه ها در تاریخ ما این خیلی شده هست که بعضی وقت بعضی علما یعنی اونقدر علما هم نبودن، اما بعضی علما بعضی از خاطر ناچاری و از خاطر ضرورت و از خاطر ترس و از خاطر یعنی بیچارگی و غیره باید یعنی مجبور می شدن که بعضی مال ها بعضی درآمد را بعضی یعنی معاش را از خلیفه ها و از وزیرها و از سلطان ها باید قبول میکردن و چون که معاش می گرفتن اگر بخلاف سلطان بخلاف وزیر بخلاف یگان امیر یگان چیز می گفتن مسئولیت دینی خود را پورا میکردن، میخواستند که واعظ و نصیحت کنند. اگر امیر یا خلیفه یکم کاری نادرست میکرد میخواستند که بخلاف همون کار گپ بزنند، اما چون که معاش میگرفتن یعنی آنها را چی کرده میشد؟ آنها را یعنی امیر یا اینکه سلطان یا اینکه خلیفه میترساند و میگفت که من معاشی تو را قید میکنم، تو چه خیلی که من میخواهم همین طور گپ بزن، تو چه خیلی که مثلا من به تو میگویم تو همین خیلی بگو، تو به خواهش من کار کن، تو به یعنی رضاگی من گپ بزن، تو به خلاف من گپ نزن. این علما بعضی وقت چی میشدن؟ قید میشدن، نمیدونستن چی کار کنن. بعضی وقت این خیلی گپ های حق را از گپ حق گفتن یعنی میترسیدن یا یعنی خودداری میکردن، چون که معاش آنها یعنی به معاش آنها خوف میشد، ترس میبود که معاش آنها یعنی آنها دیگر نمیتوانند معاش حاصل کنند و غیره. برای همین وقتی که امام ابن ملقین درآمد خود را داشت، باغی خود را داشت، هیچ وقت از نویستن حق و از گفتن حق خودداری نمیکرد، نمیترسید، چون که معاشش به یگام یعنی خلیفه به یگام امیر وابسته نبود. و چنانه که در اینجا میبینید بعضی شیخ های امام ابن ملقین در بعضی فنها من در اینجا برای شما نویستم. از جهت علم قرآن امام ابن ملقین در نزد برهان الدین ابراهیم الرشیدی تحصیل کرد، در علم عربی با ابو حیان الغرناطی تحصیل کرد، از جهت علم فقه و اصول الفقه با در نزد تقی الدین السبکی و اینچنین عز الدین ابن جماعه تحصیل کرد و اینها علمان شافعی می باشند. امام ابن ملقین هم در فقه شافعی بود، اما این باقی نداره. شما شاید خیال کنید که ما حنفی هستیم در فقه، ما چطور میتونیم که یک کتابی مؤلفی که شافعی باشد بیاموزیم؟ این باقی نداره، چون که ما فقه و اصول الفقه نمی آموزیم در این درس ها. در این درس ها ما منهج محدثین رو می آموزیم و منهج محدثین یک هست، فرق نمی کند که در کدام مذهب هستی. عموما یعنی تا اکثریت نقطه ها منهج محدثین یک می باشد و جدا می باشد از مذهب ها. خوب، یعنی بعض فرقیت ها هست، اما محدثین علمانی هستند که منهج خود را دارن و فقها منهج خود را دارن. پس یعنی در همین گروه محدثین هم شافعی ها می باشن، هم حنفی ها می باشن، هم مثلا مالکی ها می باشن، امام ابو الولید الباجی می باشد، ابن عبدالبر می باشد و غیره، و اکثریت محدثین شافعی بودن، یعنی خیلی زیاد خدمت کردن بر همین بخشی حدیث و اصول الحدیث. مثلا داریم امام ابن حجر، امام ابن ملقین، امام سیوطی، امام سخاوی، امام زرکشی، همه اینها یعنی چی بودن؟ شافعی بودن در فقه خود، در مذهب فقهی خود. اما ما یعنی گرچند که حنفی هستیم و داریم علمان حنفی که در اصول الحدیث خدمت کردن، اما یعنی این فرق نمی کند که در مذهب فقهی چی هست، مؤلف کدام مذهب را پیروی می کند، چون که منهج محدثین یعنی از یک جهت یک هست. به هر حال در فن حدیث، علم حدیث، در سن سال خیلی جوانی علمانی که سلسله حدیثشان خیلی بلند بود، با مانند علاءالدین المغلطائی
با آنها تحصیل کرد و از جهت شاگردانش خیلی شاگردانی مشهور داشت، شاگردانی مستحکم و قوی داشت. مثلا امام یعنی حافظ العراقی که مثلا در اصول حدیث هم خیلی زیاد نوشته است، الفیة العراقی هست و غیره. اینچنین شاگرد مشهور امام ابن حجر عسقلانی هم یکی از شاگردانی مشهورش بود که چنانی که شاید شما بدانید امام ابن حجر یعنی بهترین و بلند مرتبه ترین شرحی صحیح بخاری را تصنیف کرده است با عنوان فتح الباری. چنانی که علما میگویند که لا هجرت بعد الفتح، یعنی که بعد از آن که فتح مکه شد، یعنی که این حدیث اصلا درباره فتح مکه است. بعد از آن که فتح مکه شد، مکه آزاد شد، دیگر هجرت نیست، هجرت شرعی دیگر وجود ندارد. اما علما این را همچون یک یعنی مجازاً برای فتح الباری استفاده میکنند که بعد از آن که فتح الباری تصنیف شد، شرح امام بخاری، شرح صحیح البخاری، شرح امام ابن حجر که برای صحیح البخاری تصنیف کرده است، بعد از این شرح دیگر یگان شرح از این شرح بالاتر بوده نمیتوانند. این طور مجازاً این حدیث را یعنی برای همین شرح امام ابن حجر استفاده میکنند تا اینکه به مرتبه این شرح اشاره کنند. گرچند که هست یعنی شرح عمدة القاری هست از امام بدرالدین عینی که حنفی بود، این شرح هم خیلی یعنی قریب هست و در مرتبه خیلی یک هست با شرح امام ابن حجر. اما در اینجا چون که در مورد شاگردان ابن ملقین گپ میزنم، امام ابن حجر یکی از شاگردانش بود و یعنی بعضی تصنیفات، بعضی آثار امام ابن ملقین چی بود؟ برای المنهج تا 8 جلد شرح یعنی تصنیف کرد. اگر با یاد داشته باش وقتی که خردسال بود، همین المنهج را متن امام نووی می باشد بر فقه شافعی، همین را ازیاد کرد. پس وقتی که یعنی در مرور یعنی زندگیش چی کرد؟ به همین متن شرح تصنیف کرد. چنانکه که در اینجا میبینید این قدر کلان هست، یعنی که همه شرح امام ابن ملقین نیست. شرح امام ملقین شاید 8 یعنی تا 8 جلد باشد، 7-8 جلد باشد، اما چون که این چاپ محقق هست یعنی که تحقیق شده هست، دو علمان معاصر و این یعنی به این کتاب به این شرح اضافه کردن، تعلیقات کرده‌اند، برای همین هست که این قدر دراز معلوم می شود. اما همین کتاب هم چاپ شده است. شرح امام ابن ملقین برای متن منهج چی شده است؟ چاپ شده است. چون که در اینجا میبینید عنوان شرحش چی است؟ عمدة المحتاج الى شرح المنهاج، عمدة المحتاج بر شرح منهاج. چنانه که در اینجا اگر دیده بتوانید ابن الملقن الشافعی. خوب، و این چنین بر صحیح البخاری هم شرح کرده هست و التذکره فی علوم الحدیث، کتابی که شما انشاءالله سر میکنید، کتاب اصول الحدیث هم همین کتاب هست که امام ابن ملقین تصنیف کرده هست. و این چنین بدرالمنیر که این هم چندین یعنی چی دارد؟ چندین جلد دارد. این جلدی 14مش هست. و کتاب البدرالمنیر یکی از کتابان تخریج الحدیث می باشد. تخریج الحدیث من یعنی با تفصیل به شما الان نمیگویم، چون که یعنی تماما یک بخش دیگر هست، اما مختصر کرده اگر بگویم برای فایده شما، وقتی که حدیث را به مصدر اصلیش نسبت داده می شود یا مصدر اصلی یک حدیث را ذکر کرده می شود و قوت همان حدیث را ذکر کرده می شود، این را فنی تخریج الحدیث گفته می شود. و امام ابن ملقین بر شرح امام رافعی شرح الکبیر تخریج تصنیف کرد. اصلا تاریخ این کتاب رو من برای شما بگویم که از کجا سر شد. امام غزالی رحمه الله که شافعی بود، در فقه شافعی یک متن را یعنی تصنیف کرد به نام الوجیز و بعداً یک امام شافعی، یک فقیه شافعی دیگر آمده بر همین متن الوجیز یک شرح را تصنیف کرد. امام رافعی در فقه شافعی هست، بر کتاب امام غزالی شرح تصنیف کرد و چون که این کتاب فقهی بود، شرح فقهی بود، احکام فقهی را ذکر میکرد، در بین همین احکام احادیث را ذکر میکرد. و چون که این کتاب حدیث نبود، یعنی در مصادر اصلی این حدیث ها و در قوت این حدیث ها داخل نمیشد، چون که این کتاب فقهی است، یعنی هدف این کتاب احکام فقهی می باشد. پس یعنی این خدمت را امام ابن ملقین کرد که بعداً آمد دید که همین شرح امام رافعی
پر از حدیث هست، اما حدیث ها مصادر اصلیشان ذکر نشده هست، قوت های حدیث ها ذکر نشده هست. برای همین به همین کتاب امام رافعی که عنوانش العزیز فی شرح الوجیز بود، گرچند که با عنوان الشرح الکبیر مشهور هست، به همین کتاب چی کرد؟ تخریج تصنیف کرد که خیلی یعنی فایده این کتاب رو بیشتر و بیشتر کرد. این بود بعضی از تصنیفات امام ابن ملقن. و بعداً به مانند یعنی دیگر علما که این خیلی یعنی مشهور هست، خیلی عادی هست برای یک عالم، امام ابن ملقن از بعضی از سختی ها و سنجش ها و آزمایش ها گذشت و یکی از این آزمایش ها سوختن کتابخانه او بود که خیلی در آنجا یعنی کتاب ها رو جمع کرده بود، بعضی یعنی دستنویس های خود رو در آنجا مانده بود و همه اینها سوختند. و شاگردانش میگویند که این واقعه، این صدمه به سلامتی روانی و روحی او خیلی یک تأثیر جدی و بد رساند. این در آخری عمرش بود و این یعنی فقط یکی از آزمایش هایش بود، یکی از سختی هایش بود. تاریخ علما رو ما وقتی که میخونیم ما اهمیت میدیم که خیلی خیلی سختی ها رو میگذارند. بعضی وقت سختی از جهت حکومت، بعضی وقت سختی از جهت عوام، بعضی وقت سختی از جهت اهل و عائله، بعضی وقت از جهت معاصرین و کسانی که حسد میبرن از آنها. خیلی زیاد یعنی سختی ها رو میگذارن. پس من به شما هم یادرسی میکنم و یعنی توصیه میدیم، نصیحت میکنم که خودتان رو برای این راه اگر دادنی هستید تیار باشید، چون که این راه آسان نیست. یعنی مردم گمان میکنن که طالب علم بودن این خیلی یک راهی چی است، یعنی آسان هست، آسانک هست، خود رو نمایش میدهی، خود رو عالمه میگویی. این خیلی راه نیست، این راهی خیلی خیلی دشوار هست. من حتی انشالله در وقتش که رسید من برای شما چندین یعنی نقل ها رو میکنم، چندین یعنی از خود یعنی تاریخ خودم که آنقدر سختی رو به مانند امام ابن ملقن و این علمای یعنی سلف ما نگذاشتم، اما یعنی این راه مشکل هست و حتی من هم بعضی یعنی نقل های دارم که با شما پیش میکنم. یعنی استادانی من هم از خیلی دشواری ها گذشتند. بعضی وقت یعنی از جهت عائله سختی رو میبینی، بعضی وقت من هم از یعنی زیادی این جهت ها سختی رو دیدم. بعضی از یگان وقت از جهت کسانی که یعنی حسد دارند، همکورسان و دیگران که ضرر میرسانند. بعضی وقت یعنی چی میشود؟ اهل و عائله ضدی می باشند، بعضی وقت یعنی شاگردان، بعضی وقت یعنی خود استادان، بعضی وقت یعنی سبب امتحانت می شوند و بعضی وقت یعنی از جهت عوام، کسانی که عامی هستند، آنها چی میکنن؟ آنها ضرر میرسانن، گپ های زشت میگویند، یعنی تهمت های دروغ و نادرست را به جای را به تو میبندن. خیلی یعنی دشواری ها هست در این راه. پس شما خود را تیار کنید برای این سختی ها. خوب. و آخران یعنی امام ابن ملقن در وفاتش در شب جمعه بود در سال 804 هجری رحمه الله رحمت واسعه و الله سبحانه و تعالی تمام جهودش را، تمام سعیش را به درگاهش قبول کند. امین یا رب. درس ما با اینجا به انتها می رسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. انشاءالله از پگاه از بعض تعریفات اولی دوام میدهیم. السلام علیکم.